همه کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه ناحیه شهرینو زمین‌های کشت تیرماهی و زمین‌هایی که برای کشت بهاری آماده می‌شوند یخاب می‌مانند. باید گفت که ناحیه شهرینو از زمره منطقه‌های اگراری مملکت بوده شغل اساسی ساکنان ناحیه کشاورزی میباشد. از این خاطر از جانب مقامات اجرایی محلی و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری به مسئله تامینات خواجگی‌های دهقانی و سکتورهای خصوصی با آب پولزی اهمیت مخصوص ظاهر می‌گردد. سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی ناحیه شهرینو این دریای قره‌طاق و کانال کلان حصار بوده برای آبیاری میدان‌های کشت 14 شبکه آبیاری با طول درازی 144 کیلومتر خدمت می‌رساند. در فصل زمستان خشکسالی آمده است. به همین نگاه نکرده تمام خواجگی‌ها تمام باغ‌ها آب مانده ایستادیم، یخاب مانی. در ناحیه شهرینو دو شبکه آبیاری به کار استفاده بردیم. تمام خواجگی‌ها تمام کشاورزا به راه مانده شده است. همه باغ‌ها رو آب مانده ساختیم. ما کوشش داریم که همه خواجگی‌ها با آب تامین شوند. آب هست، ذخیره داریم، مشکلی نداریم حاضرش به. با کمبودش آمدن فصل زمستان امسال تمام کشاورزان ناحیه شهرینو برای گرفتن حاصل خوب امیدهای زیاد دارند. بازرگانان خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های یاری‌رسانی اهالی جماعت‌های دهات ناحیه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولناکی زهبور و زهکشات تازه کرده شدند کوشش می‌نمایند که یخاب‌مانی زمین‌های کشاورزی را خوب به راه مانند. خودمون 30 ساعته 40 ساعته 45 ساعته غلام پخته میکنیم. همین به همین خدا دادگی همه چیز میشد حاصل میشد. نه که ما این زراعت هیچ وقت چیز نداریم، از زراعت کاری از چیزی کمبودی نداریم. میشد همش همه مهنت کنی همه چیز میشد برادر. نمی همه نه که امسال قاقی که اومد به آب و به برف همین ما حرکت کردیم که همین زمینای آب یخ ما بونیم. چون که ما هر سال یخاب نمیموندیم، امسال مجبور شدیم که همه یخاب مونیم که ما حاصل نکنیم. همین زمین با همه چخلی که پیش بود همه خیلی با. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه شهرینو هنگام صحبت میگویند که با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولناکی زهبور و زهکشات تازه کرده شدند، زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعت بخش داشتند به حالت قناعت بخش برگردانده شد و همیشه کوشش می‌نمایند که در این دوره تمام خواجگی‌های خرد و میانه را با آب تامین نمایند.